رینگای 17 اینچی با تایر کومهو داریم. فاصله محوریمون 2720 میلیمتر. چراغ‌ها و پکیج ظاهری این الانترا KTL در کامل ترین حالته، یعنی چراغ پیوسته عقب رو توی این ماشین داریم و مصرف سوخت این ماشین در شرایط بهینه کمتر از 6 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر. شرکت‌های دیگه که الانترا 2025 میارن با صندلی دستی عرضه میکنن، اما برای KTL صندلی راننده برقی. الانترا 2025 که الان تو بازار مثلا سانروف رو داره، تهویه‌شون دستیه و خیلی ساده تر هستن، اما برای KTL چون فول آپشن تره، هم گرم کنه صندلی جلو داره، هم گرم کنه فرمان داره. پنل تهویهش اتوماتیک، نمایشگر لمسیش نسلش فرق داره و متصل به کلاستر دیجیتالی که به صورت یک پارچه هستن. کروز کنترل تطبیقی، ترمز اضطراری، نورباله اتوماتیک، رادار تابلوخوان و رانندگی خودکار بین خطوط هم این ماشین داره که اونایی که الان تو بازارن این ویژگی‌ها رو ندارن. الانترا 2025 KTL به خاطر اینکه فول آپشن پکیج جدید چراغ‌ها رو داره، یعنی این چراغ اینجا حذف شده و کلاً ادغام شده با مجموعه چراغ اصلی.